سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. من محمد حسام هستم. لایک و ساب فراموش نشه. بریم سراغ بنیانگذاری امپراتوری ماد. دایاکو اولین شاه ماد امپراتوری ماد رو بنیانگذاری میکنه. او در زمانی آشوری ها او رو به زندان میاندازند و به سوریه که امروزی تبعید میکنند. اون تسلیم نمیشه و دوباره میاد و با آشوری ها، ولی آشوری ها رو به دشمن خودش تبدیل میکنه. او به عنوان یک قاضی برگزیده میشه، ولی اون از کناره‌گیری میکنه از این سمت. بعدش او رو به عنوان پادشاه انتخاب میکنن. به عنوان پادشاه برگزیده میشه. او اولین کاری میکنه یک نیروی نظامی میگرد هم میاره و حکمتانه یا همون همدان امروزی رو و حکمتانه رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب. بعد خودش پسرش فروتیش رو جانشین خودش میکنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید.